که من امروز اگه بخوام بهت بگم میگم که من از پلنت خوشحال‌تر از ردلاینم. همین چیزی که پاشا امروز میگه. وقتی مثلا ویدیوتون رو می‌کنم خیلی آرتیستی، یعنی از تامنیلش گرفته تا اتفاقا سوال خوبی پرسیدی، بخاطر اینکه همه میپرسن و من اینجا جواب نداده بودم. الان این چیزا که داری میفروشی پولتو چیکار می‌کنی؟ تو از این آدمایی هستی که لوک اولیت برای همه آدما آدم انیه. سلام، برعکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز با کامبیز. اگه اشتباه نگم برای دفعه البته خدای من چقدر اشتباه نگفتم. فرهاد بود. داشتم داستانو که تعریف کردم گفتم بیژن. آقا بذار این داستان تعریف کنم، خیلی جالبه. همه میشناسید دیگه، معرفی لازم نداره واسه کسی هم نمیشناسه دیگه واقعا کجا بودی. ولی حالا ببین داستان چیه. من یه روز نشستم یهو میبینم مثلا چند تا مسیج میگیرم که آقا کامبیز داره مثلا راجبت حرف میزنه و ناراحته و فلان و بسا. و من نمیدونستم کامبیز کیه. گفتم کامبیز کیه؟ رفتم زدم نگاه کردم دیدم یه برنامه هستش که با پاشا و پلنت و اون قسمتش همه فرستادن دقیقه فلان. رفتم نگاه کردم دیدم که آره عدس من شاکی و میگه که اومده، آره خودش اومده حرف میزنه و میگه منیجرمه، بعد نمیدونم خودش فن معلوم میگه از اسم باکس گذاشتم فنان بهم ساجست کردن. بعد من گفتم ببینم چی شده، این چیه داستان؟ خب اینا همش مثلا واقعیت دیگه. من گفتم خب یارو گفتم طرف اشتباه متوجه شده که مثلا خب که من به اون رو به منشی میگم منیجر که بهش بر نخوره دیگه، همه الان منیجرن تو دنیا، ولی خب منیجر همون منشی قدیمه. گفتم خب اوکی طرف مثلا اینطوری فکر کرده، نو پرابلم. گفتم بذار ببینم مسیجو چیه و این حرفا. رفتم تو مسیج دیدم زده سلام چی بود اسم؟ فرهاد. سلام فرهاد جان، ما باکس گذاشتیم و مردم گفتن شما آدم باحالی هستی، اگه افتخار میدی بیایم با سهیل ویدیو بگیرین، من منیجر سهیل هستم فلانی. بعد همین مسیج رو 6 ماه 7 ماه دوباره ریپیت شده فرستاده. بعد اینجا دیگه من خنده اولا پاره شدم، بعد فقط زنگ زدم اون منیجرم رو اخراج کردم. بعد سریع یه دونه ویدیو فرستادم به فرهاد، معذرت خواهی کردم که آقا ببخشید شما فرهاد نیستی کامبیز. بعد من حالا همین میخوام بگم، ببین خیلی موقع ها کسی که تو پوزیشن منه، پوزیشن منظورم اینه که فقط جای من، نه که پوزیشن، کسی که طرف مثلا یه اتفاق اینجا سرش افتاده که نمیدونه داستان چیه، سریع شاکی میشه، میگه فلان گو خورده به جهنم که اینطوریه، اصلا اون سگ کی باشه، مثلا اون آدم حساب میکنه هر چی میخوام. سریع شروع میکنن میگه ای یه نفر ندید گفته من انم، قبوله پس منم ندید میگم اون انه. بعد میگم این چه مسخره بازی، داستان سیبیل بابات میچرخه است. من خب اینم اتفاق افتاده، گفتم خب این طرف نمیدونه داستان چیه، من الان دار همون بهش میگم اگر طرف ان باشه همین راه فرموش میره جلو، اگه طرف آدم سایی باشه خب میفهمه که من اشتباه بوده، طرف من معذرت خواهی کردم میگذره. و الان با هم یه دوستی داریم که با هم هر چقدر یه خنده‌ای میکنیم و امروز عکس شورت هم شما واسه من فرستادی یا من نمیدونم کدوم ولی بود، ولی یکی واسه یکی عکس شورت فرستاد و میگم خیلی الان خوب میشه. خواستم اینا یه راجع صحبتی بکنیم. حالا تیک تو رو بگو لطفا. باحال بود. ببین من واقعیتشو بخوای اولین باره که خیلی راحت دارم برنامه ضبط میکنم، برای اینکه برنامه تو رو دیدم و هر کسی که پادکست ضبط میکنه حالا تو یوتیوب ایرانی یا تو کلا تو مدیا ایرانی یه برنامه‌ریزی میکنه، همیشه مثلا اسکریپت مینویسه، کلی کار میکنه، ولی من چیزی که از سهیل میدونستم اینه که میشینه فعل به دار حرف میزنه و پس این کارم برمیاد. من امشب که ما چند ساعت پیش برنامه گذاشتیم، ما 1 ساعت 2 ساعت پیش گفتیم بیا برنامه رو ضبط کنیم، حالا بعد از 2 ماه دیلی که داشت. میخوام بهت بگم که با خیال راحت امروز نشستم، برای اینکه هر کاری دلم بخواد اینجا میگم و نگران این نیستم که باید اسکریپت داشته باشه نداشته باشه. تنها جاییه که راحت 2 تا پیکم برای خودم ریختم زدم و گفتم بذار با سهیل میخوایم حرف بزنیم دیگه، هیچ چیزی نداره، بذار راحت باشیم. البته من عذرخواهی میکنم بچه‌ای که قبلا این دکور رو تو ویدیوهای من میدیدن، خیلی کامل‌تر بود، هر روز داره لخت‌تر میشه دیگه. 2 روز دیگه خودم میفروشم در جریان دیگه. مثلا میکروفونم نیست الان، من دارم با میکروفون وایرلس با صحبت میکنم، اصلا کلا هی دارم عقب مونده‌تر میشم. ولی خب دیگه حالا منو ببخشید به این سیستم دیگه. آقا ما در خدمت شماییم، خیلی با هم دیگه منو تو حرف داریم و بعد از اتفاق فرهاد که حالا خیلی به یاد موندنی شد و یه جورایی تو پیج من و تو میم شده بود دیگه، به من میگفتن فرهاد و فلان اینا. بعد از اون اتفاق من و تو فهمیدیم چقدر نقطه مشترک با هم دیگه داریم. یعنی مثلا لگواتو دیدم پاشیدم، مثلا نمیتونی با وقتی لگو رو دیدم پشت صحنه خانمم صدا کردن گفتم النا اینو ببین. آره دیدم تو تسلا فنی، مثلا من تسلا فنم، بعد دیدم
چقدر این آدم منه و خلاصه اتفاق باحالی بود، خیلی جالب بود آشناییه. آقا من در خدمت تو هم، هر کوچری میخوایم بگیم با هم دیگه بگیم عشق کنیم. خب اول همین مسافتی که گفتی و این داستانش چیه؟ چون من خودم از یه مسافت 3 ماهه اومدم و یه درس خیلی جالبی یاد گرفتم که چقدر هممون اینو میتونم ثابت میکنم پوچ زندگی میکنیم و دقیقاً یعنی دور و بر ما رو کنترل میکنه مثل سگ، مثل یه اسبی که دهنش آهنه. بذار بگم چرا. من 3 ماه مسافرت بودم. من تو زندگیم 3 ماه مسافرت نرفته بودم، اونم با زن و بچه. خب خیلی مهمه که زن و بچه هم باشه، چون زن و بچه من یه تشریحات گنده دارم و 5 تا اتاق خواب همه تا پر، اصلا این چیزی بدونیم چی میشنویم. بعد خب همه چی لازمه دیگه به نظر که خریدیمش. بعد من 3 ماه مسافرت بودم. توی 3 ماه که مسافرت بودم دیدم وقتی خیلی خوب همه چی ریلکس بود و عشق کردم و خیلی خوب، چیزی هم کم و کسر داشتم سفارش دادم. مثلا گفتم من اینو لازم داریم، این راحت نیستیم، مثلا 2 تاش بکنیم 3 تاش بکنیم. اونا رو خریدم. بعد توی ماه آخر مسافرت، یعنی توی 1 ماه آخر، ما 2 تا چمدون بودم که بود با همون 3 تا چمدون بود، 2 تاشو باز دیگه اصلا نکردیم، فقط با یه چمدون دیگه بودیم. بعد که برگشتم خونه دیدم خونم تا فلان خر اسب لینچان پره و من هیچ کدوم اینا رو لازم ندارم، یعنی هیچ چیشو لازم ندارم. یعنی اگه 100% آتیش میگرفت میرم زندگی من همینجوری بود که بود. بعد فکر می‌کردم که پس من چرا انقدر وسیله دارم، واسه چی من این عقده‌ای همش میخرم. بعد فهمیدم که من اینجاست اون قسمت اسبه که گفتم، فهمیدم که من مثل یه اسب دارم کنترل میشم با محیط دورم که خونمه و به اسم کشو و کمد. خونه هیچ آدمی نیست که کشو و کمد خالی داشته باشه، همه پرن. یعنی همه انقدر شانس داشتن که دقیقاً همون اندازه‌ای که کمد لازم دارن خونه هاشون کمد داره. یه نفر نیست که کمد خونه خریده، یه خونه یه دونه کمد اضافه داشته باشه بگم من لازم ندارم کمد پر کنم. ولی اگه کمد بخری سریع پر میشه. واسه نشون میده ما با احمقیت میریم چیز میخریم. من یه تصمیم گرفتم، حالا اگه که بچه‌ها دوستان بهش بگیم چالنجی بعد خودم درست کردم. گفتم که آقا من از الان تا سال دیگه که دوباره برگردم کالیفرنیا 9 ماه فکر کنم الان وقته. گفتم تو این 9 ماه من دیگه هیچ چی نمیخرم و فقط شروع میکنم ریختن دور و الان شاید مثلا بهت میگم دوربر 17 تا کیسه از خونه ریختم دور. 17 تا کیسه گنده که دیگه جانیس مثلا توش یه دونه دستمال بکنی یا نه مثلا کیسه کوچولو جو میدم. نمیتونی باور کنی. هر روز که ماشینو پر میکنم میبرم میذارم سر آشغال، خانمم گفت بذار بفروش، گفتم نمیخوام فقط برن. باور نمیکنم که الان اگه همین فقط ماشینو برگردونم خونه، این وسایل تو خونه دیگه جا نمیشن. اینا کجا بودن؟ برای چی بودن؟ حالا تو داری میری مسافرت، الان برعکسشی و وقتی میدی حالا طرف من رو میبینی. میخوام یه نظری راجع به این موضوع بدی یا داشتی تجربه مسافرت طولانی؟ آره ببین این 17 تا کیسه رو که گفتی من خیلی بهش فکر کردم، خیلی اتفاق جالبیه، چون این اتفاق تو 2 هفته گذشته زندگی من داره میفته. من یه خونه و یه کالکشنی که خیلی براش زحمت کشیده بودم و همه کسایی که مخاطب من بودن میدونستن من این کارو کردم و شاید اونا بیشتر از من وابستگی داشتن به اون کالکشنه. من همه اینا رو توی شاید بگم 3-4 روز ازش گذشتم و همشون رفت. که حالا به قول تو من 17 کیسه رو میخوام برات مثال بزنم. خیلی جالبه سهیل، این 17 کیسه خریدش آرزوی خیلی از آدم‌های دیگه است. همون 17 کیسه‌ای که تو داری میذاری کنار و این تناسب تا ابد ادامه داره. یعنی 17 کیسه یک آدم دیگه هم آرزوی من و توه شاید. خب مثلا 17 کیسه یارو شاید بشه پرایوت جت و مثلا یات و فلان و اینا. من یه جای زندگی با خودم فکر کردم، دیدم که هر چی زودتر بفهمی که این 17 کیسه تمومی نداره به نفعته. خب برای اینکه تو تهش میخوای به چی برسی؟ به همون چیزی که اون آدم تهش رسیده بعد گذاشتتش کنار دیگه. مثل یه روزی که سهیل 17 تا کیسه‌شو گذاشته کنار. خب اگر آدم زرنگی باشی تو زندگیت باید با خودت بشینی فکر کنی تو هر مسئله دیگه چی مهمتر از این مسئله. من خب چند تا سفری که اخیر رفتم مخصوصا ژاپن خیلی تاثیرگذار بود رو من، برای اینکه از ژاپنیا من خیلی چیزا یاد گرفتم. واقعا فهمیدم که مثلا من بخوام برات مثال بزنم، من تو ژاپن توی خیابون ندیدم کسی برند خیلی خاصی تنش باشه، با اینکه تو میدونی ژاپنیا چقدر آدمای خفنی ان. من ندیدم ژاپنیا دنبال اینن که مثلا حتما باید لامبورگینی سوارشن یا فلان سوارشن. حالا اینا رو از قبل خیلی فکرم درگیرش بود و بهش فکر می‌کردم و دیگه با خودم به این نتیجه رسیدم که کامبیز اون چیزی که حال تو رو خوب میکنه 17 تا کیسه یه آدم دیگه نیست، همون چیزیه که تو جاهای مختلف دنیا داری میبینی. و یهو کسخلم در رفت این تصمیم رو گرفتم
هیچ کس انتظار نداشت من چیکاری بکنم، به خاطر اینکه من توی سیف زون خیلی زیادی بودم. خونه زندگیمو خب داشتم، درآمدمو داشتم، هنوزم دارم، هیچ مشکلی نداشتم تو این قضیه ها. کالکشنی داشتم که هر کی پاشو تو خونه من میذاشت مثلا میگفت چقدر با سلیقه چیدی. حالا خیلی خفن تر از من این چیزا رو دارن، ولی هر کی پاشو میذاشت اینجا میگفت تو چقدر با سلیقه چیدی، چقدر با عشق و علاقه اینا رو جمع کردی. یعنی هیچ کس تو تخیلاتش هم این نبود که من میتونم 3 روز از همه اینا بگذرم. و به این نتیجه رسیدم که من آدمیم که اون تو این مرحله زندگی خوشحالم میکنه. من وقتی رفتم ژاپن و با مثلا فرض کن یه سری چیزایی از فرهنگشون آشنا شدم، دیدم اون حال منو خوب میکنه. وقتی میرم یه کشور دیگه چیز دیگه میبینم، دیدم خب چه بهتر که بیام استارت بزنم از این سیف زونم خارج شم. من سیف زونمو خیلی بهش عادت کرده بودم. این محله که یکم محله خوب استانبوله، نمیدونم، ماشین راحت، همه چی رو بهش عادت کرده بودم. باورت میشه سهیل من هنوز ماشینمو نفروختم تا امروزی که الان این ویدیو رو داریم با هم ضبط میکنیم، ولی من 10 روزه که از ماشینم استفاده نمیکنم، دارم با مترو میرم، برای اینکه دارم با خودم تمرین میکنم. و بعد همیشه به این نکته جالبی فکر میکنم، میگم من این روزا سوار مترو میشم، در حالی که مدت ها بود من سوار مترو و اتوبوس و اینا نشده بودم. مثلا شاید بگم چه 13 14 سال بود درست سوار مترو نشده بودم. بعد آدمای تو مترو رو که نگاه میکنم، بعد از ته وجودم سهل لذت میبرم وقتی سوار مترو میشم. یوتیوب دانلود میکنم، اونجا آنتن نداره، میذارم تو گوشم، قشنگ عشق میکنم گوش میکنم. بعد آدمای اونجا رو میبینم، خب معلومه خیلی هاشون خستن، خیلی هاشون نگاه میکنن و خیلی هاشون توی ابر سرشون اینه که کاش من یه تسلا داشتم، کاش یه ماشین داشتم مثلا این مسیر رو میرفتم. بعد من ابره رو تو کله همه این آدما دارم میبینم تو مترو، برای خودم تصور میکنم. و بعد خیلی دوست دارم برم بزنم رو شونه اون یارو، بگم که داداش اون جایی که تو دوست داری، حالا توی ابعاد کوچیک، یا من که خر خاصی نیستم، بگم من اونجا بودم، من دوست دارم مثل تو بشینم اینجا، بشینم تو یوتیوب اینو بزنم تو گوشم، تو مترو گوش کنم. و این بازی وجود داره و هر آدمی یه جایی بالاخره اینو میفهمه. من نمیتونم اون آدما رو محکوم کنم که چرا تو دوست داری یه روز یه ماشین خوب بخری مترو سوار نشی. میدونی چه میگم، اونم اونجوری دوست داره، اونم باید به اون مرحله برسه و بعد بره مرحله بعدی. تو نمیتونی تقلب کنی تو اون مرحله. پرحرفی نکنم برات، دلیل این تصمیم بود که من سیف داشتم زندگی میکردم داداش. من خیلی داشتم راحت زندگی میکردم و دوست داشتم دیگه انقدر راحت زندگی نکنم. حقیقتا یه می‌خواستی تو زندگی تغییر به وجود بیاد و فکر می‌کنم کاری که داری می‌کنی اینو تو استیو جابز توضیح میده. میگه که تو زندگی هیچ وقت نمیتونی پلنت رو جلو بچینی، تو فقط میتونی جایی که هستی برگردی نگاه کنی چجوری رسیدی اینجا. تو داری پلاتو تغییر میدی که ببینی چه چیزی رو میتونی تو زندگی بهتر کنی. حالا چی رو دوست داری بهتر کنی؟ دوست داری مثلا برنامه‌هات قوی‌تر بشه؟ چون وقتی مثلا ویدیوتون رو می‌کنم خیلی آرتیستی، یعنی از تامنلش گرفته تا جوری که ویدیو رو می‌سازی، لباسی که میپوشی، یعنی من نشون میده که تو خونت کارگردانی و بازیگری و ایناست. دنبال چی؟ الان داری میری چی رو پیدا کنی؟ میری پولدارتر شی، میری معروفتر شی، میری بگی حالا که وقت داریم با مسافرتمون رو بکنیم و ویدیو درست کنیم پول در بیاریم اینو شیر کنیم؟ چیه که داری الان میری؟ خودت چی دوست داری بری؟ من امشب یه وایسی تو کانال تلگرام گذاشتم. امشب شب عجیبیه که ما داریم برنامه رو با هم ضبط می‌کنیم. چراشو بذار بهت بگم. حالا من نمیدونم تو این ویدیو رو که ادیت می‌کنی پخش می‌کنی. چراش به خاطر اینه که ما آخرین قسمت پلنت کلاسیک رو امشب پخش کردیم با پاشا و یه حجم عجیبی از فیدبک به سمت من و پاشا اومد که قبل از اینکه برنامه رو با هم استارت بزنیم من و تو با پاشا وایس بازی می‌کردیم. گفتم من پاشا همچین چیزی تو زندگیم تجربه نکرده بودم. من نمیدونستم ما شاید صدها هزار نفر دوست مجازی داریم که اصلا این اولین باره. ببین نسل‌های قبل از ما که هیچ وقت سویل همچین چیزی رو تجربه نکرده بودن. مثلا بهت میگم نسل مثلا جان بونجوی وقتی بونجوی بوده میرفته مخاطبش رو تو کنسرت از نزدیک میدیده. خب هیچ وقت همچین فضای مجازی با یک حجمی از مخاطب وجود نداشته که تو این آدما رو ندیده باشی. تو قدیم همه همدیگه رو میدیدن. خب بعد الان که پلنت تموم شد و چه میدونم هزاران مسیج به سمت من و پاشا اومد که یکی میگفت من آبادان زندگی میکنم، مثلا تو دوران دانشجوییم تمام تنهاییمو با برنامه شما پر کردم. اون یکی میگفت من پام شکسته بوده، مامانم فوت کرده بوده فلان. بعد اینا رو من سوال همینجوری میخوندم، میگفتم تو این همه رفیق همه جای دنیا داری، تو چی میخوای؟ تو دنبال چه کسکلکی تو زندگیت میگردی؟ اصلا تو فرض بابا خودت هم میدونی سوال خیلی ها هستن که خفن ترین زندگی‌های لوکس دنیا رو دارن و آرزوشون لحظه این فیلینگ رو حس کنن. آرزوشون 100 تا از کامنت‌های سوال اقتصادی تو زندگیشون یک بار برای خودشون ببینن. میفهمی چه میگم؟ خب خیلی باید احمق باشی که به اون نقطه برسی و اینو نفهمی. من امروز تو تلگرام وایس گذاشتم دقیقاً 1 ساعت پیش. گفتم من بعضی وقتا قلباً دوست دارم فالوورم زیادتر نشه، به خاطر اینکه
من عشق میکنم که کامنتو میخونم، من عشق میکنم که حداقل بتونم دابل کلیک کنم لایک کنم اون کامنت رو. شاید اگه من یه روزی 500,000 تا بشم، 1 میلیون بشم، شاید دیگه نتونم این کارو بکنم و این حس بدیه برای خودم. میاد وجود من، یعنی گوخوری نمیکنم برات. میدونی چی بهت میگم؟ من دوست دارم این حس رو. اینو میخوام وصلش کنم به اون تیکه‌ای که میگه تو چرا آرتیستیک فکر میکنی و ویدیوات مثلا من روزی 10 نفر به من میگن که ویدیوات خیلی خفنه، کاورات خیلی ولی کامبیز ضعیفه، مثلا تو بهتری که فکر. گفتم بعد من همه رو یه جواب ثابت دادم، میگم خب مثلا دستمو بزنم دور گوشم، دهنمو تو مثلا خشتک باز کنم، مثلا رو عکس قطار ژاپن بذارم، داداش همچین چیزی برای من نداره تو فکرم. خب من ترجیح میدم اون آدمایی که اونجا هستن آدمای تمیزی برای من بمونن و این تو همه جای دنیا به من ثابت شده. ما اروپا رفتیم با پاشا، هر بار میتینگ گذاشتیم یه سری آدمی اومدن که جنس خود ما بودن. خب این یه نعمتیه داداش، حالا اسمشو میخوای بزنی نعمت یا هر چیز دیگه که بهش، من که حالا بهش چری اعتقاد ندارم، میخوام بهت بگم اسمش به هر حال هر چیزی هست. آره حس خوبیه، چرا استفاده نکنم؟ من حال میکنم. خیلی راحته که با تغییرات کوچیک موقت بتونی نتیجه های موقت هم بگیری. من نمیخوام نتیجه موقت تو زندگیم بگیرم، من میخوام همین مسیر رو برم. ولی اون کسی که ویدیو منو نگاه میکنه، ببین تو یه جمله به من گفتی، من خب عشق کردم. تو گفتی که یه دید کارگردانی تو کارت داری. خب این جمله قشنگیه وقتی تو اینو به من میگی. میدونی من دوست ندارم تو بگی یارو فقط داره اینترتینمنت کار میکنه. من تفکرم به زندگی این شکلیه و سیستم تولید کانتنت هم سعی میکنم چنین چیزی باشه. خب طبیعتاً مسیرهای مختلفی هم امتحان کردیم. مثلا تو ردلاین رو شاید دیده بودی، من و پاشا کار میکردیم دیگه. ردلاین بله آره چون میدونم با پاشا هم ویدیو داشتی، احتمالاً این صحبت‌ها اونجا هم پیش اومده. خب ما زمان ردلاین یه کاراکتر دیگه‌ای داشتیم و یه فیم دیگه‌ای رو دریافت کردیم از اون داستان که من امروز اگه بخوام بهت بگم، میگم که من از پلنت خوشحال‌تر از ردلاینم. همین چیزی که پاشا امروز میگه. ما اون کاراکترمون خیلی اینترتینمنت بود، خیلی فان بود، ولی تهش اون کوالیتی که من از زندگی میخواستم و توش نداشت، ولی الان داره. خب این اون چیزاست که هدف زندگی منه، نه پول. تو جواب سوالت اگه بخوام شعار بهت ندم، نه خوشحالی و آرامش شعاره است که نمیخوام بهت بگم، ولی پول نیست قطعاً. هیچ خودی پا نمیشه برای کسب درآمد بیشتری پاشه بره دور دنیا بچرخه. میدونی چه میگم؟ شاید اتفاق بیفته سوال، شاید من پس فردا کلابریشن با جای خفن بزنم خیلی پول در بیارم، ولی اگر اتفاق نیفته تخمم نیست. حرفم اینه. فهمیدم. آره من دیوونه هستم نگاه نکنم، نگاه میکنه، ولی اگر نبود خب آره دیگه نبود دیگه. نو پرابلم. آره خیلی جالب، چون میگم خیلی کار خفنی. حالا الان این چیزا که داری میفروشی پولتو چیکار میکنی؟ ببین یه سیوینگ بالاخره حالا کالکشن هم خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم ظاهرا ارزش داشت. یعنی آدم یه روزی اینا رو میخره اصلا برای اینکه من دید سرمایه‌گذاری به این خریدا که نشه. من داشتم عشق می‌کردم با یه ماشین ماکت که خریده بودم. حالا این ماشینا شده بود 90 تا تو خونم. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم این 90 تا مثلا مثل دلار داره قیمتش میره بالا. یعنی همیشه تصورم بود که دلی تو خونم دارم دیگه، روزی بعد اینو بریزم دور. بعد یه اون کالکشن رو فروختم، دیدم من تو یک شب 90 تا ماشینم سویل با هم دیگه ماکت ماشینم فروخته شد. خب بعد اینو که دیدم چقدر جالب. میگن چیزی که از دل برایت به دل بشیند همینه. مثلا یه چیزی که تو با دلت انجام دادی به دل یه آدم دیگه هم میشینه. و اون شب یه چیز جالبی با خودم فکر کردم. من همیشه دنبال خرید لگو و مثلا این چیزا بودم و همیشه از دید دور و بریام یه مریضی و یه کسخلیه دیگه. میگن یارو مریضه بابا، همش معتاد لگوه. من میگم که آقا اون روزی که تو معتاد خریدنی و به ضررت از لحاظ مالی، یادت باشه یه روزی هم که قرار اینا رو بفروشی یه مریض دیگه میاد سراغت و اونجا تو به نفعته. میدونی چی میگم؟ یعنی همیشه مریضی هست که تو رو کاور کنه، مریضی تو رو. و این اتفاق برای من افتاد. یه سری مریض مثل خودم کالکشن منو بردن و یه پول خوبی سیف شد. یه پولی سیف شد که خب الان تو بانکم توی ترکیه نمیدونم در جریان هست یا سودای وحشتناک میدم. من دارم پولامو میذارم بانک، همه پولامو دارم میذارم بانک که سود بگیرم که این یه قسمتی از سفرامو کاور کنه و خب بقیه‌اش هم که اتفاقا سوال خوبی پرسیدی، بخاطر اینکه همه میپرسن و من اینجا جواب نداده بودم. همه میگن که این کارو داری میکنی، درآمدت از کجاست؟ بس من درآمدم کلا آنلاینه. یعنی من چه شاگرد آنلاین، چه آموزش حضوری، چه یوتیوبم، چه تبلیغاتم، همه چیزیه که من همه جای دنیا میتونم انجام بدم. اون که سر جای خودشه. خب طبیعتاً هم بالاخره من این همه سال کار کردم، 41 سالمه، تا الان یه پولی سیو کردم که اون پوله بالاخره تو بانک با شرایط الان به سود خوبی میده.
یعنی من خیلی ریسک آنچنانی هم انجام نمیدم واقعیتشو بخوای. اولا من الان فهمیدم 41 سالته، منم 41 سالمه. این چه مسخره بازیه که تو این ریختی من این ریختیم. داداش تو ریختت خیلی بهترم منه، چجوری تو این ریختی من این ریختیم؟ دهنت سرویس. من خیلی ویدیوهای تو رو از بعد از داستان فرهاد نگاه کردم و بهت بگم خیلی نگاه کردم، بعد یه فیدبک بهم میدی واقعا؟ طرز فکر جالبی تو ده. آره 100%. ببین بهت بولدترین فیدبکی که میتونم بهت بدم از نوع پادکست درست کردنت همون چیزی که قبلش گفتم بهت، تو میشینی و حرف میزنی. خب این بهترین اتفاقه. من الان لازم نبود فکر کنم که با سهیل چه حرفی میخوام بزنم. من انقدر میدونستم که سهیل فل بداهه تو میتونی 5 ساعت پادکست ضبط کنی، من مطمئنم نان استاپ. یعنی من فکر کنم تو 5 تا باتری لازم داری برای یه نفری که داره باهات ویدیو ضبط میکنه. تو نان استاپ میتونی 5 ساعت حرف بزنی. این قابلیت رو همه آدما ندارن و تو داری و فل بداهه این کارو میکنی. میدونی ما حتی پلنتو که با پاشا ضبط آره من با پاشا پلنتو که ضبط میکنیم بالاخره درسته که فعل بداهه صحبت میکنیم، ولی سر صبح که میرم استارباکس 4 تا تایتل برای خودم مینویسم دیگه، میگم در مورد این و این میخوام با پاشا صحبت کنم تو پلن. تو مشخصه که اصلا فقط میشینی جلوی کامبیز و یه شناختی از کامبیز و یه سری سوالای تو ذهنته که فعل بداهه میاد بیرون. این پوینت اصلی توئه که من ندیدم تو کسی همچین کاری انجام بده واقعا. و من واقعا روز اول خواستم اینو انجام بدم، چون تمام زندگیم دیدم با آدما وقتی میشم حرف میزنم. یکی از دوستام اینو فقط سریع میگم که پوینتو بگم. یکی رفیقام باش داشتم حرف میزدم، یک ساعت مثلا 10 دقیقه پای تلفن بودیم، بعد گوشیو داشتم قطع می‌کردم، گفت میدونی من با بیشترین کسی که حرف میزنم مامانم 3 دقیقه، من حوصله هیچ کسی رو ندارم، چه جوری با تو 1 ساعت میتونم حرف بزنم؟ اینو نمیفهمم. هیچ وقت حرف اینو فراموش نکردم، چون خیلی هم اخلاقش جدی و اینا، دروغ نمیگه، پروفسور دانشگاه است، بچه‌ها میشناسنش. بعد واسه همین همیشه میگم حالا این بود. خب خیلی جالب اینو گفت، چون یه دفعه اومدم پایین نشستم 5 تا ویدیو ضبط کردم تنهایی، یعنی خودم 5 تا موضوع رو نوشتم، بعد شروع کردم 5 تا موضوع گفتن، 5 ساعت رفتم بالا. بعد خانمم میگفت چطوری میتونی 5 ساعت تنهایی یک ضرب زر بزنی جمله ها تکرار نشه؟ من نمیفهمم اینو. بعد من اون روزم با دورچم خور به این موضوع شد. بعد تو چجوری اینو از رو پادکست فهمیدی؟ خیلی برام عجیبه، چون یعنی واقعا دمت گرم. من خیلی حتی خوشم میاد خدا وکیلی. چاکرم. من کاری انجام میدم که شبیه کار توئه با تغییراتی دیگه. من میفهمم وقتی ویدیو تو رو نگاه میکنم، کاملا میفهمم تو چه دنیایی مغزت داره میچرخه. و خب حالا همسن من نمیسم تو همسن منی، همسنم هستیم بیشتر، شاید آره مال یه جنریشنیم، بیشتر همدیگه رو میفهمیم. ولی میگم مثلا عجیب غریبه تو وقتی میشین صحبت میکنی معلومه که فل بداهه یه چیزایی میاد تو سرت میریزی بیرون. و تو یه آدمی هستی خیلی باز یه نقطه مشترک دیگه رو بهت بگم، تو از این آدمایی هستی که لوک اولیت برای همه آدما آدم انیه. خب ولی کافیه پیج تو فالو کنن یا 2-3 تا برنامه تو ببینن، تو اصلا وسط نداری. منم همینم. میدونی چی بهت میگم؟ من حالت وسط تو مخاطبم ندارم. یکی نیست بگه من کامبیز سوسو، نه همچین چیزی نداریم. یا متنفرن از کامبیز یا واقعا با کامبیز حال میکنن. به نظر من سهیل اقتصادی اینطوریه، یا واقعا با سهیل اقتصادی ملت حال میکنن یا اصلا با سهیل اقتصادی حال نمیکنن. ولی من به عنوان کسی که جزء دسته اول بودم به خاطر داستان فرهاد دارم بهت پیشنهاد میکنم اگه این برنامه رو میبینی و حال نمیکنی باش، یه 2 روز صبر کن، خیلی حال میکنی باش. یعنی پیشنهاد دمت گرم. من نه واقعا میگم، من فقط اومدم خوبی کنم و اینو تمام زندگیم دیدم که من همیشه هر جا میرفتم آدما چیز میشدن، از من میترسیدن، بعدشون میومد دوری میکردن. همین که میگی بعد که با هم آشنا میشن، من که نمیفهمیدم. کسی که با هم آشنا میشد میگفت میدونی من اصلا فکر نمیکردم با تو دوست بتونم بشم. و اینو خیلی‌ها به من گفتن و من اینو دوباره از اونجا فهمیدم که او من حتما چیزی دارم که چون تو فکر خودم مثلا دارم لبخند میزنم ولی بیرون مثلا اینکه مثلا چیز وحشیه، نمیدونم چیه داستان. و یه داستان جالبی هم سهیل هست، بذار بهت بگم. این اتفاق تو مدیا زیاد میفته. مثلا ممکنه تو امروز با من ویدیو ضبط کنی و مثلا فرض کن 30% مخاطبایی که پیج تو عاشق سهیلن اصلا کامبیز رو تو زندگیشون ندیدن. این طبیعیه. خب بعد یارو میاد میگه این پسره مثلا دیدی کامنتا رو، بابا این ان با خودش چی فکر میکنه، منو میگه. خب بعد یا برعکس مثلا سهیل میاد تو چنل من، مثلا 30% که سهیل رو ندیدن کامنت میکنن بابا این ان فکر میکنه مثلا چیه با خودش، در حالی که یارو تو همون قالب عاشق توئه. من این لینک رو نمیفهمم. خب اون یارو عاشق کار توئه،
تو عاشق اون آدمی هستی که داری باش پادکست میگیری، ولی اونی که عاشق توه متنفر از اونی که تو داری باش پادکست میگیری. یه مثلث شکسته است. من هیچ وقت اینو درک نمیکنم و این عموم مردم اینجوریان که به خودشون مهلت نمیدن که با کسی آشنا بشن. حالا داستان من و تو بالاخره یه چیزی پشتش بود، یه مسیجی برای من اومده، من سوء برداشتی کردم، اون یارو که تو بهش مسیج نزدی از تو بدش میاد خب، ولی از تو بدش میاد، اصلا کار نداره تو کی هستی. خب هیت خیلی قویه داره کامل. آفرین. و تو از اون آدمایی هستی که هیت خورت خوبه، مثل من اینجوریم. خب برای اینکه راحت حرف میزنی. خب کسایی که راحت حرف میزنن هیت خورشون خوبه، از اون ور عشق و علاقه هم که بهشون میاد خیلی خوبه، یعنی تمیزه واقعا دیگه. به نظر من اینطوریه. ببین من این حرفی که میزنی و تا حالا تجربه نکرده بودم تا این تابستون. من خونه خیلی کم بیرون میرم، یعنی شاید مثلا هفته یه بار از خونه میرم بیرون، برای همین کسی منو بیرون نمیبینه. از خونم میرم تو ماشینم، فاصله مثلا 3 متر از در من تا در ماشین فاصله است، میرم تو ماشینم، از تو ماشینم میرم تو پارکینگ یه نفر، از پارکینگ میرم تو آسانسور و برعکس. واسه من خیلی کم بیرون میرم، آدما رو نمیبینم زیاد. این تابستون که کالیفرنیا بودم 3-4 تا از آدمایی که من مثلا تو همین ویچوال پیدا کردم به مسیج زدن و همین چیزی که تو میگی عشقی رو که احساس کردم شاید با صمیمی ترین رفیقام احساس کردم تو سن مثلا 20 سالگی. دقیقاً. بعد اونا دقیقاً منو میشناختن، من نمیدونستم این کیه، ولی میگفتم خب اگر این با من اوکیه پس باید بخشش با من یکی باشه که با من اوکیه دیگه. بعد منم جوش راحت بودم، بعد میگم نه همه چی متوجه است، بعد چقدر رابطه‌مون داره خوب میشه، پر و کورکم ریخته. خیلی چیز جالبیه. برای همین مثل سگ به حسودی میکنم واسه کاری که داری میکنی. توی که برنامه‌ام گفته بودم من آرزوم اینه که تا 1-2 سال آینده بلندشم یه دونه 2 سال برم بچرخم دنیا رو و فقط برم خونه فنام بمونم و این خودش ویدیو باشه. یعنی برم خونه هر فنی 4 روز اون با اون فن مصاحبه بکنی، زندگیشو توضیح بدی، بعد تو هواپیما یا اتوبوس یا هر چی که دارم میرم فن بعدی پشت سر این فنه همه چی رو واقعی بگم به نظر این آدم بیورزه‌ای بود، فکر میگن خفنه ولی نیست، یا این عجب آدم خفنی بود. چه ایده خفنی. اینو تو برنامه گفته بودم، خیلی دوست دارم. بعد مردم هم خودشونو خوب میشناسن، چون میگن این آدمیه که چند تا آدم دیده، بی خود زر نمیزنه، از خودمون چیزی یاد میگیریم، بهتر میکنیم خودمونو یا میفهمیم کجاییم تو دنیا. من فکر کردم این چیز خیلی جالب میشه و تو الان تقریبا داری این کار انجام میدی. خدا خوش به حالت، واقعا حالشو ببر. خب آره ما خیلی با مخاطبمون در ارتباطیم. حالا تو اسلام خب اینجا خب شرایطی که ما اونجا متفاوت، آدمای ایرانی که اینجا هستن خیلی بیشترن. من و پاشا تقریبا بگم ماهی 2 بار یه میتینگی میذاریم و جمع میشیم با بچه‌ها. من بزرگترین چیزی که از درسی که از سوشال مدیام گرفتم اینه که اون کاری که کردم و خیلی جاها خیلی کارا رو نکردم باعث شده که آدمایی هم که تو اون میتینگا میان آدمایی باشن که شبیه خود من و پاشان و این خیلی لذت بخشه. یعنی پسر میاد میشینه با ما صحبت میکنه، دختر حرف میزنه، واقعا اگه ولش کنی الان که بهترین پادکستر یوتیوب میشه. حالا هنوز استارت نزده فقط و این خیلی اتفاق باحالیه. اینو من خیلی حال میکنم و این چیزی که تو گفتی که بمبه، کاش یکی اجرا کنه، خودت اجرا کنی. خیلی چیز خفنی بود چیزی که گفتی بری تو خونه های آدم‌ها این کارو بکنی. من فکرم خیلی باحاله. بعد آدم‌ها خودشونو میشناسن، بعد خیلی آدما مثل آدم زندگی میکنن، بعد چششون به خودشون باز میشه. میدونی مثلا یه مثال برات میزنم. همین کالیفرنیا که رفتم خونه یک رفیقام موندم، بعد خب هر سال رفتم خونهش موندم، میشناسم کیو و چی و اینا. از در که وارد شدم قبل از اینکه برم پیشش گفتش که آقا من کاملا اخلاقم عوض شده، من دیگه تا ظهر نمیخوابم، من هر روز 6 بیدارم. گفتیم اوکی دمت گرم. رسیدم اونجا 5 تا بسته گل خریده بودم، گلای متفاوت، بعد بهش دادم، گفتم که بیا چون میدونم گل بازی. گفت من دیگه گل نمیزنم. گفتم گل هم دیگه نمیزنی؟ گفت نه دیگه گلم خیلی کم شده. حالا باش اینو داشتم. 10 روز گذشت، تو اون 10 روز یه روز زودتر از که بعد از خواب بیدار نشد، تمام گلارم کشید. با من اینجوری بودم من همه کاز این همه تغییرم، یعنی چون فقط من اومدم یهو تو از 6 شدی 12-1، بعد من که هر شب تا هر رفتم خوابیدم، تو تا 4 صبح بیدار میمونی، من که کاری ندارم به تو. و خیلی برام جالب مثلا این همین، حالا این یه پوینته، ولی مثلا فکر می‌کنم آدما هستن یه چیزی و یه چیز دیگه راجع به خودشون فکر میکنن یا نمیدونه چیه. بعد فکر کنم خیلی جالب میشه که یه برنامه باشه که بره اینو اکسپوز کنه و منم کارم اینه که میرم اونجا به عنوان یه حالت قاضی اونجا زندگی میکنم،
یارو میگه صبح میخوام بده یه صابونه بدم، بعد میاد تخم مرغ میپزه توش مثلا زردش هم میپزه، بعد میگه آقا خب گیان زدی تو این تخم مرغ ریزم تو سرت، تو فکر می‌کنی تخم مرغ باید بپزی؟ ببین یارو شاید 40 سال کسی اینو بهش نگفته، حرف زده خودم دهن میگم خیلی خوششانسه و فلان. آقا من یه سوالی به ذهنم رسید در مورد تو. جونم. فکر می‌کنی بزرگترین کنجکاوی مخاطبای سوئیل اقتصادی در مورد سوئیل چیه؟ یعنی چیزی که میخوام بدونن و تا حالا ازش نفهمیدن. من چیکار میکنم؟ سواله چیه؟ همه میپرسن چیکار میکنی؟ تو کارت چیه؟ آره. خب اینو فکر کنم اینو هیچ وقت یعنی هیچ توضیحی ندادی تو مدیا که چیکار میکنی؟ یعنی انقدر مجهول این قضیه؟ نه تقریبا توضیح دادم، ولی به نظر میاد کسی متوجه نمیشه، چون هم یه اگه هیچ کاری نمیکنی چجوری مثلا همش این ور اون وری نمیدونم کار خوب میکنی، حال اول میکنی، خانواده‌ام داری مثلا میچرخونی، چیکار چجوری؟ بعد فکر میکنم بزرگترین مجهول به نظر من اینه، چون هر کی منو بیرون میبینه میگه خدایی چیکاره میگی. ببین حالا من این جمله خب با خودش هیتم یکی بهم زنگ زد گفت آقا این دم تو این گفت من میخوام خلافکار شم، هر چی بگی هستم. ببین واقعا میدونی به نظر من از دید اون آدمی که خودش ببین بیا در این مورد صحبت کنم، خیلی دوستم با یک کسی که میفهمه در این مورد صحبت کنم. چه اتفاقی میفته که یک آدمی حالا تو جوامع مختلف، نمیخوام بگم فقط ایران، ترکیه، همین هر جای دنیا، وقتی که به یه سنی میرسه که قدرت تصمیم گیری داره کارمند صفت میشه و یک آدمی فریلنس صفت میشه. خواستم خیلی خودمونیشو بهت بگم. از کجای آدمو به نظر تو این ریشه میاد که من مثلا امکان نداره سهیل بتونم کارمند کسی باشم؟ خب یا مثلا من میدونم احتمالاً سهیلم احتمال داره که چیزی که من شناختم کاراکتر لیدری کار داره نکردم خودش. حتی تا حالا یک بار زندگی فول تایم نداشتم. آره میخوام بهت بگم که خب اون آدم هم میتونه آدم موفقی باشه، این اصلا به این معنی نیست که اون کارمند آدم موفقی نیست. اون کارمند هم ممکنه بره، مثلا من هر دفعه میرم کشیر بانکو میبینم میگم که آقا هی نگاش میکنم با خودم میگم این خب ته کارش چی میشه، مثلا پیشرفتش چیه، تهش من کار رئیس همین بانکه. آره میگم تو همین ساختمونه است دوباره یارو خب مثلا بعد 20 سال مثلا حقوقش از مثلا 100,000 تومان شده 150,000 تومان. میدونی شد این حالا الان یه کارمند بانک میاد باز دوباره میگه این پسر چه شعری میگه. آره با من چه میگه. خب میخوام بهت بگم که این فکر از کجا به نظرت شکل میگیره که یک آدمی، میخوام بهت بگم انتخابای ما رو میبره به این سمت که میریم سمت آدمایی که مستقل و فریلنسر باشیم، یا خانواده باعث میشه که ما بریم به این سمت، جامعه باعث میشه، نمیدونم چی باعث میشه که یک من جواب متفاوت برات دارم. من فکر میکنم همه فریلنسرن، وقتی که فیل میکنن کارمند میشن. یعنی یارو که کارمنده هر روز داره فکر میکنه من چیکار کنم کارمند نباشم، ولی نمیتونه با هیچ چیزی جوابی تو مغزش نمیاد. چرا این حرفو میزنم؟ چون من وقتی کمپانیم توی اوجش بود سال 2016 فروشم بود 3,600,000 $. وقتی که این کمپانی من از بین رفت، من مثلا 10 تا کارمند داشتم، 12 تا اشتباه نکنم، همشون رفتن کار منو شروع کردن، یعنی تک تکشون رفتن کردن. بعد توجه داشته باش که تک تکشون پیش من بودن چند سال، دیدن صبح و شب کارو دیدن. یعنی از اگه تو بخوای کار منو شروع کنی خیلی از تو باهوشتر و جلوتر باید باشن، و تک تکشون فیل کردن. این یه دونه پوینت دوم، من توی 10 سال یا 16 سالی که کمپانیامو داشتم دور و بر نمیدونم چند تا بالای 100 تا حالا کارمند داشتم. نمیخوام عدد الکی بندازم، 100 تا بالاش کارمند داشتم و یه درصد بالایی شاید مثلا 60-70% کارمندای من کار منو شروع میکنن. وقتی میومدن میدیدن من نشستم دارم گل میکشم توی حیاط خونم، اینا میرفتن تو اتاق بیسمنت شروع میکنن جعبه ها رو پک کردن. بعد میدید خب سهیل اومده رفته آیفون کیس آورده، اسم آیفون کنار روش نوشته بود، اینجا نگاه میکرد رو جعبه نوشته بود، میرفت خونه اونو میزد پیدا میکرد توی چین، همونو سفارش میداد، خودش هم میرفت میذاشت. اون 100 تا 70 تاشون 60 تاشون این کارو کردن، هیچ کدوم از اونا موفق نشدن. خب این نشون میده که همین دیگه، بهت میگم همه فریلنسرن
ولی حالا یا خنگن یا شعورشو ندارن، بیزنسی نیستن. البته میگم همه کنگوشادن، نه فکت اصلیش فقط کنگوشادیه. من وقتی کار میکردم 24 ساعته کار میکردم، واقعا 24 ساعته. نه مثلا من انقدر کار میکردم که دیگه نمیتونستم، مثلا اگه بعد اینو برمی داشتم میبستم، یا میدیدم 3 تا تلفن‌ها رو اینطوری گذاشتم نبستم، بعد گفتم اوه پس دیگه خیلی خستم نمیتونم، ساعت 5 صبح هست بذار بخوابم. میرفتم میخوابیدم، بچه‌هاشم که باز میکردم دوباره شروع میکردم اینجوری بستن. یعنی اینجوری من کار میکردم. بعد مدرسه میرفتم پیش کسی دیگه هم کار میکردم. مردم لشن، همه بلند میشن میگن میخوام پولدار شیم، همه میگن میخوان کار کنیم، هیچ کاری نمیکنه. باریکلا، موافقم، خیلی موافقم. من اینو من اگه مثلا دنیای امروزی بود، وقتی من داشتم بزرگ میشدم، من الان 15 تا کمپانی داشتم فقط ادران میکردم. شیشتو میشورم، زمینتو میشورم، سگتو میبرم راه میبرم، برای مامانت غذا میبرم، چک میکنم مامان بابا تو حالشون خوب باشن، زمینتو پارون میکنم برف بیاد، نمیدونم میام فلان میکنم، هر چی، میام هفته مثلا سالی یه بار بغل خونتو رنگ میذارم که نخواد بعد 10 سال عوض کنی، میام چرمای ماشین تو واسط میونم. 15 تا کمپانی داشتم، 70 تا امپلوی داشتم. هر کی بهم زنگ می‌زدم به جورج برو اونجا تمیز کن خونه یارو رو بیا. خودم نشستم خونه داشتم ران می‌کردم. ولی روز اول رفته بودم غذا پخته بودم، روز اول رفته بودم خودم چمن زده بودم، روز اول خودم رفتم سقف یارو گاترش رو تمیز کرده بودم با بیل، همه کارو خودم کرده بودم. بعد همه میخوان خب خود خانم من دیگه من راه دور نمیخوام برم، خانمم میاد میگه سوی ایده خفن زدم، بیا یه دونه سالن خوشگل بزنیم توش بزنیم مانیکور پدیکور میکنیم. بعد میگم خب کی میخواد مانیکور پدیکور کنه؟ استخدام میکنیم. حالا اینجا یه پوینت خیلی جالبی درست میشه. وقتی میگه استخدام میکنیم، تو 2 دسته بیشتر آدم نداری، اسکل، آدم باهوش. این جفتشون میخوان بیان ناخون بزنن. اسکله میاد تو بیزنس که میرینه تو بیزنس، اصلا نخواد توضیح بدین راجبش. باهوشی که میاد تو بیزنس ماکسیمم اکسپایری دیت داره، حالا 6 ماه 2 سال من نمیدونم، ولی اکسپایری دیت داره. فقط میاد یاد میگیره، مشکلاتو میفهمه، خودش میره اونور میزنه، یا یه جای بهتر بهش پول میدن، یا میخواد بره بغل نزدیکتر خونش کار بگیره، میره چون خوبه. پس تو باید خودت اول کارو بزنی، یاد بگیری، بعد آدما رو بیاری، آدم تخمیا رو بهشون بگی نه اونجا زیاد داری فشار میدی، اینو استفاده نکن، اینطوری کن، اونا رو خوب جلوه بدی. کسی هم خراب شد خودت اونجا باشی بگی او خراب شد، بیا من الان ناخن بعد درست میکنم پشمات بریزه. میفهم چی میگی. و جالب اینجاست که اون پلن بی اون آدم کلم اون خودش هم وقتی که تو این کارا رو بهش یاد میدی وارد دسته‌بندی اون آدم اونوریه میشه بالاخره. آفرین. یعنی به اون پوزیشن میرسه که میخواد تو رو دور بزنه، چون همه فکر میکنن که تو داری سرشون کلاه میذاری. به نظر من از دید تمام کارمندای دنیا فکر کنم 90% شون فکر میکنن که کارفرماشون داره سرشون کلاه میذاره همیشه. آره. درسته؟ من میخوام بگم که کاملا درکت میکنم، چون من اینو توی مدیا احساس کردم خودم، و من خودم شرکت مدیا دارم، چندین سال فعالیت کردم و برای این که دقیقاً مثلا اون ناخونکاری که تو میگی، من این کارو بلد بودم، من کارم مدیا بوده، بعد شرکت زدم، کسی اومد تو دفتر من، دقیقاً همون سیستمی که میگی. مثلا من از هر 10 نفر بخوام بگم 1 نفر رفاقتش ثابت با من حفظ شده، 2 نفر به خاطر اینکه اون 2 نفر آدم زرنگایی بودن که مولتی زرنگ بودن، یعنی دیگه فهمیدن که آقا نه تنها ما باید در آینده پیشرفت خودمون رو بکنیم، اخباری هم که یه روزی به دردمون خورده در آینده ممکنه به دردمون بخوره. من با این آدما حال میکنم، میدونی من ممکنه اون آدما رو کنده بازیشو احساس کنم ولی میفهمم زرنگه، میفهمم که آخر سر تو رو از دست نمیده. ولی 8 نفرشون دسته‌بندی میشن تو اون 2 تا دسته‌ای که تو گفتی، 4 تاشون میرن تو کلاهی که اصلا هیچی، اون 4 تا زرنگ دیگه هم فکر میکنن زرنگن. به نظر من زرنگ اصلی اون 2 تان که یه روزی خودشون کارشون رو میزنن باحالن و تو رو از دست نمیدن. من همیشه اینو میگم آقا تو که قرار بکن، اشکال نداره، من بکن، ولی منو خر کن، منو نگه دار برای خودت یه روزی، من با این حال میکنم. درسته که میفهمی چی میگم؟ درسته. آن مردم اتفاقا خشم دارن وقتی رئیسش میاد بیرون، آرزوش اینه که یه کار بزنه رئیس بشه پول در بیاره بگه آها من تو زرنگ‌ترم. من میگم خب چرا همه رو اصلا کلا حیوان غیر عادی هستیم دیگه، به جای اینکه با عشق و خوبی بریم جلو با بدجنسی و کثافت میریم جلو. یعنی همه چی رو این دیزاین شده. یعنی مثلا داشتم فکر می‌کردم چند وقت پیش گفتم ببین اگه آدم عوضی نبودیم قانون رانندگی ساعت 10 شب به بعد یا 9 شب به بعد ور می‌داشتن. مثلا 9 شب به بعد دیگه چراغ قرمز معنی نداره، چراغ خاموش میشه، همه چراغ سبز میمونه. برسید سر چراغ کسی نیست برین دیگه کون ندین. واسه ترافیک شلوغ ندین میفهمم، ولی نه یه کشور این کار نکرده. میدونی چی میگم؟ نشون میگن بکنن سری فقط شب تصادفه.
ببین این پروسه مغزی که از فیزیک انسان شکل میگیره که دوست داری همیشه، یعنی بدنت و مغزت بهت فرمان میده راحت ترین کار ممکنه بکنی. یعنی اگر اینجا باید پشت چراغ قرمز وایسی، این یه چیز درونی توئه. بدنت بهت فرمان میده که خسته‌ای و باید بری. خب و این یه چیز عمومی جامعه همه است. یعنی ممکنه من و تو هم فکر کنیم، ولی یک سری آدم‌ها اون پروتکل تو مغزشون قانون مدارتره و فکر میکنن اگر برن، اونم تازه به خاطر اون پنالتی است، اگه نباشه اونام همین کارو میکنن. خب یعنی هممون تو یه قالبیم، فقط به خاطر اون پنالتی است که من قانون مدارتر از مثلا پاشام، مثال حالا پاشا مثال واقعا پاشا اینطوریه مثلا من ممکنه پشت چراغ قرمز وایسم، ولی مثلا پاشا ممکنه بگه که بابا نصف شب دیگه هم توش بزن بریم. خب میخوام بگم که جفتمون در واقع دوست داریم بریم، من فقط شاید پروتکل مغزیم محتاط‌تره و اون نیست. این داستان است که تو میگی، برای همین هم مثلا لازمه این چیزا برامون، اگه نباشه به هم میریزه واقعا. یعنی اتفاق عجیب غریبی میفته. نمیتونیم خودمون دیل بکنیم با یه تعداد زیادی. البته خب اونم باز فهمیدنیه، چون میگن بیشترین حیوانی که مثلا میتونه پک درست کنه نمیدونم شامپانزه است، مثلا که 150 تا 300 تا میتونه گروه داشته باشه، که بزرگترین تعدادی که دیدن 300 تا زیر مجموعه یه دونه مثلا میمون بوده. حالا نمیدونم کدوم کاتگوری میموناست. بعد یه انسان میره رو میلیون، مثلا یه لشکرشی میکنن 1 میلیون میبرن. خب یعنی میخوره منطقیه که توی حیوانی که مثلا قوی ترینش 300 ما رسیدیم به این که میلیونی بتونیم بهندل کنیم، اونم خب باز آندرستندبله. ولی دارم میگم چرا اینقدر احمقیت زیاده مثلا همه جورا. مثلا آقا همین داستانی که هواپیما میشین هواپیما میشن وای میستن، این چه مسخره بازیه؟ یعنی یه چیزا میبینی که همیشه ببین من از این ناراحتم، چیزای زیادی نمیبینی که نشون بده ما خیلی خفن و باحالیم، ولی چیزای زیادی رو میبینی که نشون بده ما احمق و کن ذهن و مثلا خودخواهیم. اون که بالا میشه وای میسه یعنی چی؟ یعنی میخوام یه نفر خودی نکرده زودتر از من نره. آقا تو پیرمردی واسه چی الان ما بلند شو وایس بس آقا یه پاتو اینجوری بکن بعد بلند شو چی میشه؟ بعد یارو بلند میشه مثلا 16 دقیقه وای میسته، کاپشنش تو صورت من داره اینجوری میخوره. من اینطوری خب الان نشسته بودی دیگه، الان چه جوری این بهتره 16 دقیقه؟ بعد میدونی من تا حالا حداقل 500 و نمیگم 500 باشه، شاید باشه دور برای 500 بار پرواز کردم. من تو 500 بار یه بار ندیدم یه هواپیما مثلا درست برخورد کنه. همه احمقن. بعد من کیم؟ من نشستم همه میرن، بعد مهماندار میاد میگه که نمیخوای بری؟ میگم چرا دارم بلند میشم ریلکس، خودم قرص میشم، میرم با اون تشکر میکنم، با خلبانه حرف میزنم، ریلکس میرم، چون میگم چمدون که نیومده، همینم بیرون بعدم اون یکی وای میستم. دقیقاً دوتون چیه؟ از اون برم هر وقت قرار سوار هواپیما بشیم همیشه منو صدا میکنن و من نشستم ردیف جلوی ولی بلند نمیشه، همونجا نشستم. بعد یارو میگه سوال اقتصادی آخرین باری که داریم صداتون میکنیم پرواز به فلان به فلان، و اینجوری که بلند میشم مثلا زنه میخواد با چک بزنه تو صورتم که دیوس توی یه صدات میکنیم نفر اولم نشستی. چون میرم مثلا همون نشسته باشم راحت بشینم دیگه.